زودتر. جانان خانم. سلام نباهد خانم. چی شد؟ از بانک آمده ایستادم. مرحمت به خانه گذار. چی شد؟ مسئله رو حل کردید؟ پول رو گرفتی؟ گرفتن پول 1 هفته وقت رو میگیرد. خوب نشد. نمیدونم. باید نزد دکتر روم. با اجازت شما میبرایم. نتوانی نپرسی. روز بخیر. امیر کمیسر در خانه است؟ در خانه است. خوش آمدی سلیم. خوش باشید کمیسرم. در کجا میگردی؟ نه کارو تموم کردم. بیا در آن درو. خوش آمده پسرم. خوش آمدی. خوش باشید. در کیف چی داری؟ وای، این پول رو از کجا گرفتید؟ در مطبعه چاپ کردیم مثل حقیقی. نقشت همین است؟ مگر عقلت رو خورده ای؟ آقای خیردین، امیر پول رو یافته از دیگر چی میخوایی؟ مادر، این پول ها قلبکی است. ببینید، در پایان $100 نسخه ها را جا کردن. دخترم را با پول قلبکی نجات میدید. نمیشود. تو فکر نکردی که اگر او فهمد با فریده چی کار میکنن؟ برادر همش را فکر کردیم. این باری اول نیست. ما ده‌ها چنین کارها را حل کردیم. من قبول ندارم. این خیلی خطر دارد. برادر، در همه کار خطر است. در راه گشتن هم به سرت چی بلاهایی نمی آید. هیچ کس پیش آمدی خود را نمیداند. مجبوریم که این کار را استفاده بکنیم. نه، من قبول نمی کنم. گوش کن. عقلت را کار فرما. با کارهای غیر قانونی دست نزن. فهما؟ خوب کار کن. پولت را حلال کن. وعده میدهی؟ برادر خواهش میکنم. توبه کردم. من درسم را گرفتم. اکنون تنها یک خواهش دارم. با همسر و فرزندم آسوده زندگی کنم. خیر مبارک شود. کشتی من به تو امانت. تشکر برادر. سلامت باشید. لیلا، مگر من همین رو از تو نمیپرسم؟ انشالله تو رو مییابم. این رو هم اینجا مانع می شود. خوش رو چای من. اتیلا زنگ زده بود.
бале ӯ буд. медонистам ки чунин мешавад. ҳамин ки барояд маро меҷӯяд. از که فهمیدی که از زندان برآمده است؟ ба зиндон занг задам. озод кардем гуфтанд. ман ҳам медонистам ки озод мешавад. фикр мекардам ки 1-2 моҳи дигар аст. уф, худоё, ӯ ки дар зиндон буд ба роҳат будам. агар нишонаамро ёбад маҳв мекардам. моро ёбад муродро аз дастам мегирад. коре карда аз ӯ халос бояд шавам. این عکس‌ها رو چیکار میکنن؟ نمیدونم. کی میدوند که چی نقشه ها دارد وی؟ اپا یوسومان چرا شما ما رو از مکتب گرفتید؟ امک و پدرت به من گفتن که من شما رو از مکتب به خانه برم. من هم نمیدونم سببش رو. آها. آمینا تو چی می‌کنی؟ آمینا کجا می‌روی؟ آمینا ایش کجا می‌روی؟ اگر گفته‌هایم را نکنی آنها را می‌کشم. آمینا کجا می‌روی؟ آمینا ایست آمینا با کجا می‌روی؟ آمینا ایست آمینا کجا می‌روی؟ آمینا با کجا می‌روی؟ آمینا کجا می‌روی؟ آمینا ایست کجا می‌روی؟ آمینا ایست میگویم آمینا لبای دخترم با مادرت مانند کردی. فکر کردم موچم هستی. آمینا عقلت رو گم کردی. چیکار کرده ایستادی؟ قریب بود که تو رو ماشین زیر میکرد. من فکر کردم موچم هستن. ببخشید کودک است. هیچ گپی نیست. رفتیم. دیگر چون این رفتار نکن. این رفتار خطرناک است. من رو گوش نمیکنی. با آسانی پسی سر کردیم. شیرین آنها در حقیقت فرزندان من هستند. مرا شناختند. دخترم مرا شناخت. من او را به یاد نآوردم. خدایا این چه بلاییست بر سرم. خدایا به من کمک کن. درونم میسوزد. بیا بپوش اینها رو و زودتر باید روی. این مرد زنگ میزده باشد یا نه؟ مادر پول در دستی ما زنگ میزند. همسرم در دستی اوست. صدای در کنی رفته بین. کنی دارید؟ چی شد دادا؟ چرا با اپا یوسومان گفتید که ما رو از مکتب بر وقت برم؟ من درس داشتم. ما نداختم درس رو. به خونه دارم دارید. کمی دیرتر به شما خبری خوش دارم. رفتیم. فرزندهای تو را پزمون شدند. آوازی تو را شنیدن میخواند. حاضر با آنها گپ میزنی. از دهانت یگان کلمه ناجا نبراید. دادا چه خبری خوش است؟ بگوید اکنون. کمی صبر کن پسرم. صبر کردن را آموز. کنی جواب ده. شاید مادر تلفن دارد. کجا است؟ جواب ده پسرم. الو
اوچا اوچا جون در حقیقت شما هستید اوچا جون؟ اوچا جون من شما رو بسیار یاد کردم. کی می آید؟ التماس بیاید اوچا جون. اوچا جون آخر بگوید کی می آید اوچا جون؟ شما نباشید من بسیار غمگین میگردم. می آیم. من هم گپ میزنم با من ده. اوچا جون. سلام دخترم. اوچا جون برگردی. از رفتن شما دایم گریه میکنم. خواهش میکنم آخر برگردی. من شما رو بسیار یاد کردم. دادم هم شما رو پزمون شدم. پس من شما رو نگاه کرده گریه میکنم. اوچا جون زودتر برگردی. میلش شوهرت رو فریاد کن. تلفن رو به پدرت ده. من خواستت رو کردم. پول رو تیار کن. در این کار پلیس رو همراه نکنید. فهمم که شرطنامه ویران میشد گله نکنید. پلیس نباشد. اوچا هم کی می آیند؟ دادا التماس اوچم رو بیاره. مایلش دخترم. الو مکانش روی افتید؟ کجا بوده است؟ مکانش روی افتن کمیسرم. کوبا منده. الو کجا گفتید؟ محله اسمالی؟ شد شما در حال با آنجا روید. ما هم با آنجا میاییم. تلفن رو گوش کردید؟ برای همین خواسته که کودک ها با مادرشون گپ زنن؟ شما چیکار میکنید؟ چرا گروه روان میکنید؟ امیر من به تو نگفتم که با این کار پلیس رو وارد نکن. برادر کمی آرام شوید. کارمان رو دشوار نکنید. بیا سریع میرویم. اکا آروم رفتید. همش خوب میشه. امیر امیر پسرم نبیره هایم اینجایم. امیر شاه камол дар хона нест. рав аз инҷо. شیرین محکم نکن. اجازه ده دروی. من برای اون اومدم که اویلت رو فرزندت رو نجات بدیم. با تو کمک میکنم. ман аз касе кӯмак намехоҳам. маро ба ин кор дигар ҳамроҳ накунед. камол ояд бо ӯ суҳбат бикун. شوهرت تو ترک کرده رفته نیست. راست میگویم. مرا گوش بکن. چای خانه چه؟ با همه چای از نام من. آقای کمال طبعت خوش می نماید. تشکر دوستم. چی شد؟ یگام برده کردی؟ برادر ما از کجا بخت داریم؟ بخیر است آقای کمال. دلم امیر خیلی خواست. دلم خیر دارم. دیگر چنین امکانه بیادید. مرحمت. کمال گفتنی شخص را میپرسم. آنه در آنجا. تشکر زیاد. سلامت باش. کمال من اتیل سرنشین کشتی هستم. مرحمت شین. ببخشید دوست ما چه مینوشن؟ با همه گفتم. نوشی جانتان. چیکار بوده است؟
میفهمم صبر کن. گوش کن. شوهرت پول رو گرفته میگریزد. بعد نگوی که نگفتم. کاری من هم ویران میگردد و تو هم با دخترت در بیرون میمونی. نه، کمال ما رو ترک نمیکند. اگر رود ما رو هم همراهش میبرد. شیرین، مرا نخندان. تو خیال میکنی که کمال به خانه میآید؟ با پولی کلان انیق به امریکا یا اروپا میرود. حتی تنها میرود. چندین سال تو جفا کشیدی، اما صفا رو دیگر نفر میبیند. 50,000 طلب کرده است. حتی با من چیزی هم نگفته است. مگر نقل میکند میدوند که اگر دانی گریبونش رو میداری، گمان میکنی تو رو با خودش میبرد؟ راست میگویی. با من راهی نشوندی. چیکار کنم گپ زن. گوش کن. کلت رو کار فرما. کمال باید این پول رو نگیرد. ما هر دویمون دست به دست میکنیم و مانع این کار میشویم. به این هم دادر شوهرش پلیس است. کاری کرده شوهرت رو دستگیر میکند. شوهرت زندانی میشود. باز تو عذاب میکشی. تو و دخترت در بیرون بی صاحب میمونید. من میروم. تو هم کاری کرده مانع کار شوهرت شو. من به تو کمک میکنم. تو بازدید. رفیقان محله به محله خانه به خانه میکردیم. اجازه سردار. 3 نفر از اجازه سردار. خوب شد است. 2 نفر دیگر با اون طرف. ما حولی رو ایجاد. اجازه سردار. اجازه خوب شد است. فقط احتیاط داشتید. سریم بچه‌ها رو نظارت. اینجا رو هم یافتند. اکنون من چی کار میکنم؟ فریده رو نیومد. گوش کن. به خاک بلغارستان نرسیده تو را جواب میدهم. شما را گسل میکنم. از حاضر میگویم. تا به ساحل چگونه میرویم؟ آن طرفش را قوای دستانت میدارم. با دستانت شنا کرده میرویم. تو چی ها میگویی؟ چی؟ به خودت باوری نداری؟ شرمنده نکن. قبول. راضی هستم. حالا راضی نیستم. همه پیش پرداخت کن. آنگاه راضی میشوم. گیر. فردا صبح به نزد کشتی می آیم. صبح در کشتی در وقتش. فهمیدی؟ اسد بیا برادر یک بازی کنیم. همش بسیار خوش بنامد. رفتیم یک بازی رو با اون نشان دهیم. رفیقان حجتاتان را براره. ما باید تفتیش کنیم. روز بخیر. روز بخیر. اجازه گفتگو داریم. خونتان رو میکنیم. چی؟ گفتگو میکنید؟ برای چی گفتگو میکنید؟ خانم به ما کمک کنید. مشکلی ایجاد نکنید. اجازه دیدی کارمان رو کنیم. این زن رو میشناسید؟ او رو در همین جا ندیده؟ نمیشناسم. باری هم ندیدم. کی بود است این زن؟ برای چی این زن رو میکنه؟ چی شده است؟ غیب زده است. جستجو داره او رو. با دقت نظر کنید. ندیدم. از مادر رو ندیدم. نمیشناسم. تو با کجا؟ شوهرم در خانه نیست. مرا جنگ میکند. شما را قبول کرده نمیتوانم. ببخشید خانم. برای گفتگوی تمام خانه های محله پروگرام امضا کرده است. این زن را یکون بار در محله دیده؟ نه ندیدم. نمیشناسم. وانه خورده؟
باوری دارد خوبتر ببینید. نه گفتم باری هم ندیدم. همه جا رو دیدم. در خونه کسی نیست. در اینجا هیچ کس نیست. دیگر جای ها رو ببینید. در آنجا چی است؟ آنجا انباری انگشت است. بعضی اشیاء کهنه رو میمونیم. آنجا رو هم میبینیم. خواهش میکنم در رو کشاید. کلیدش در دست من نیست. نمیدونم در کجا است. نباشد من میکشایم. در همین محل زندگی میکنی؟ بله. این زن رو میشناسی؟ در این محل او رو دیده ای؟ ندیدم. در اینجا کسی نیست. ببخشید ناراحت کردم. خانه دیگر را ببینیم. در آن خانه کسی نیست. آنجا خالی است. 2 روز پیش به قشلاق رفته بودم. فرقی ندارد میبینیم. تو آنجا را ببین. اطاعت. تو بالا رو ببین. فهمم. این خانه کسی نیست. فهمم. بیا خانه دیگر رو ببینیم. پینور خانم خوب شد که خبر کردید. قریب بود که دستگیر شوید. نه در مکانی پنهان کردم که یافته نتوانستند. یگان نشانه نیست؟ نه کمیسر چیزی نیافته. چخیل در اینجا کسی او را ندیده است مگر؟ نه کمیسر کسی ندیده است. خدایا دلم گواهی میدهد که او در این نزدیکی هاست. همه ای خانه ها را از نظر گذرانید. محله را نقطه به نقطه بجویید. اطاعت کمیسر. از پای کار شوید. پلیس آمده بود. تو نبودی. همه جای ها رو دیده بر اومدن. با انبار ندار اومدند. در اومدن. نه در اومده می شود. در رو شکسته در اومدن. والله. فریده. پنهان کردم. در کجا پنهان کردی؟ در خانه همسایه. آنها به قشلاق رفتن. کلید رو به من داده بودن. در آنجا پنهان کردم. آفرین به تو. در آخر از اوده یک کار بر اومدی. چه خیلی آفرین کمال. قریب بود که دستگیر می شدیم. دیگر اینجا ایستاده نمیتوانیم. محله را تفتیش دارند. کمال خواهش میکنم اجازت ده زن رود. او هم نجات یابد و ما هم. گناه است. به این هم این کار خیلی هم دراز کشید. در آخر سر ما در بلا میماند. نمیشود. پست کردم و به دومش رسیدم. اکنون دست نمیکشم.
حالا اتیلا سرنشین در نقشه تغییرات شد. فردا صبح را انتظار نمیشویم. امشب نزدیک کشتی میشوم. چه خیلی کشتی؟ تو چی ها میگویی؟ خاموش باش. با همه کار در خانه نکن. پسرم این رو گرفته آنجامون. در آنجا مدان چی است؟ مگر تو خبر نداری؟ پول را جمع کردیم. ینگم رو نجات میدهیم. گفته بودید که قرض نشد. این پول رو از کجا دسترس کردید؟ شرط نیست که تو همه چیز رو بدونی. مگر این وظیفه ای تو است؟ در دستتون چیست؟ اینها لباسهای من است. شما چیکار میکنید؟ رو از اینجا. وقتی که آچان به خونه میآیند تو رو در اینجا نبینم. تو چگونه با من سخن کرده ایستاده ای؟ تو نگفتم مونده بودی. برای پیش کردن اکنون نوبت شما هم آمد. رو از اینجا. ما تو رو نمیخواهیم. آچان تو رو نمیخواد. کسی تو رو نمیخواد. رو از اینجا اکنون. دیگر به این خونه نآی. بالای اویله نمیشه. تو بر مقابل آبشنا کرده ایستاده ای. والله که کودک ها حق هستن پینار خانم. البته. یشر نباید بس است. خطاگی های خودمون رو مثل کودک ها حل نمی کنیم. آخر بابا آنجا ما پای پینا را بیند بازگشته می روم. دخترم که ما در حال بالا برای لباس ها را گرفته در جایش گذاره. مادرتون هیچگاه با لباس های کس دست دراز نمیکرد. از کجای گرفتید بوده همونجا کنید. اول مسئله آزاد کردن فریده را میبینیم. مسئله از همه مهم همین است. دیگر کارها آسان. خیز این را بپوش می رویم. با کجا می رویم؟ بسیار سخن نگو بپوش. مرا به دست خانواده می سپوری. فریب نمی کنی؟ این را هم به سرت مان. زودتر باش زود. پشتت را گردم. چی کار میکنی؟ جاغت را نگاه دار. شیرین در رو شو. راگرد می رویم. زود باش. بخیر است پسرم. غمگین می نمایی. چی شد؟ یگان چی دریافت کردید؟ نه، محله رو که از آنجا تلفن کرده بود جستجو کردیم ولی چیزی نیافتیم. برای کار. تشکر. آوردی؟ در پشت ماشین. خب به خانه چه درو؟
تو هم خیز. به اینجا گذر فردا تو رو به پولی بس خواهم کرد. آرام نشست سحر را انتظار شب. صبح برا میبرایم. تیاریت را بین. پول را دهی سحر میبرای. سرکشتی میشوی. امک جان خوراکمون رو خوردیم. اجازت میدید در کامپیوتراتون بازی کنیم؟ مایلش بازی کنید. فقط احتیاط کنید که ویران نشود. خوب احتیاط میکنیم. تشکر امک جان. روید بازی کنید. او یک مقصدی است؟ کمال حالا با دستم افتی بدانم چی کار کنمت. در دستم چنان حجت‌هایی هستن که خودت رو نمیدونی. ایستاقا این بیبی هم نیست. بله او است. شخصی در نظرش بوده رو من نشناسم. یک مرتبه دیده بودم لیکن نامش رو نمیدونم. کنی من هم ببینم؟ از آنه که در حتما دائما مادرتان به نزدیکی می آید. در اینجا به کارهای بیهوده مشغول شده اید. روید خانه مادرتان رو او رو دهید برایش ارمغان می شود. بیا رفته خانه آچم رو دهید. از آنه که در حتما دعای بد میکنی خانه‌ای که در آن زندگی میکنی آن خانه رو دعای بد. حتی بام پرشیبان‌های سرطان از من قرضدار است. تا یک تیمی سرتک را من حساب کردم فراموش نکنم. آها نباید خانم تو هم بلا بوده ای. تو در کامپیوتر من چی میکنی؟ نامه هایم را از نظر گذراندم. اگر یک بار دیگر ببینم که اشیاءهای شخصی من رو دست میزنی اولاد را بد میکنم. به یادت آورم که تو هم تلفنی مرا رسیده بودی یا اینکه به اشیاء شخصی داخل نمی شود. از کرلین خبری گرفته انشالله؟ شکر که زنده است اما برای رها کردنش پول در کن. این مراتب پول را جمع کردن نتوانستم. چاره هر در خودش است. میدانی آن دعایی که پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم سحر و شام می‌خواندند؟ این کدام دعا است؟ خدایا از ناچاری و غم، از عاجزی و تنبلی، از ترس و بخیلی، در زیر قرض مانده محو شدن و از فشار دشمن معیوب شدن به تو پناه می‌طلبم. برای چی این دعا را مخصوص برایم توصیه دادی؟ در اول چون پیغمبر دعا کردن در نزد خداوند مقبول است. دویم دعاها به مثل عکسی رنگینی گرفتنی خود شخص است، چون دعاها در کدام نقطه بودن و در کدام حالت بودنت را نشان می‌دهد. خود را که دانی خدایت را هم می‌دانی. درست. سوم هر یک دعا برای معین کردن هدف کمک می‌کند. چون زندگی باید کرد که هم در نزد خداوند و هم در نزد مردم دائما خوب بماند. دعاها عملی می‌گردد.
درمان خود و غیله‌ام در درون دعاهایی کردم هست. همین رو گفتن میخواهی. به دانا اشارت بس است. به گویندنی به صاحبی گوینده نظر کن. خدا از تو راضی باشه. امیدوارم که فهمیدم. Atila, psarang. Atila, tu dar kujui? Atila, man omadam. Psarang. Psarang. مادر جان شما در اینجا چیکار میکنید؟ این چه خیلی پیش‌فوزگیری است. خواطر شدم و اومدم. به درد فریده دوچار شدم. به تو اهمیت ندادم. شکر خدا که به کاری پیشینه‌ات برگشتی. رحمت مادر جان، اما من کمی دیرتر ماهیگیری میبرایم. فردا صحبت کنیم نمیشود؟ چه خیلی کشتی زیبا. خدا به تو برکت دهد. الهی آمین. از فریده یگان خبر نیست؟ 50,000 مبلغ طلب کردم. همه کفت و کوب دارند. ای بلا زنم، اینقدر پول ندارم که خواهرم را نجات دهم. چشمی بی پولی کور شوم. نه فرزندی خودم را مییابم، نه به خواهرم فایده میرسم. برای تو از صفدان گرمکک آوردم. چای تیار بکن، یک جای نهاری بکنیم. یا مادر جان، حالا بزاری نکردن. در کشتی جای نیست. در اینجا یک چایخانه خوب هم هست. اگر خواهید آنجا میرویم میشود. چایهایش هم به مزه است. کلچه خنده ها رو هم در آنجا میخوریم. مادر تو به اینجا زحمت کشیده، لازم نبود آخر. حاضر به چایخانه رفته در آنجا صحبت میکنیم. میشود؟ میلش بیا. میلش. این آدم کی زنگ میزده باشد؟ صبر به مثل پولی سیرات است. گذشتن دشوار است، اما در آخرش جنت است. کمی دیگر صبر بکن، به نزدیکی با همسرت روبرو میشه. کودک‌ها در کجایند؟ لباس‌های زیبا پوشیدند. خانه مادرشان رو آرا داده ایستادند. با کاغذ پره و هر گونه بازیچه‌ها ساخته ایستادند. خداوند هرگز جدایی رو نشان ندهد. آمین. شما پدر و مادر فداکار هستید. برای کلینتان خانه رو به گرم ماندید. رفتار خیلی نازکانه است. کی میداند که خانه رو به چه دشواری ها گرفته اید؟ دخترم، ما این رو به خاطری نازکی نکردیم. برای لازم بودنش انجام میدیم. برای ما سلامتی فرزند در مد اول قرار میگیرد. یک چیز پرسم. در کامپیوتر یک دیسک بود نمیابم. شما ندیدید؟ آخران مراتب کودک‌ها بازی داشتند، از آنها بپرسید.
شرف فگیر در حال به طرف ساحل شیله بیا. تلفن را انتظار شو. تنها بیا. یگان فکری به معنی نکن. چی میگوید؟ با شیلا بیا میگوید. شیلا؟ مرا گوش کن. این مرد قلبکی بودن پولها را نفهمید. قلبکی؟ این پولها قلبکی است؟ مگر تو چی فکر کردی؟ از بازی بود کردیم. قرض بانک رو نگاه کنیم دیر می شود. یا توبه، من به این زن شیطان چی میفهمم؟ بیایید دکا بیرون میبراییم. کجا میگردی؟ تو رو میکوبم. بیا در حال میبرایم. انا آمدم. بیعقل بردار تلفنت را. ما در اینجا تنهاییم. برای چی این آدم روی تو را پنهان میکنند؟ برای چی گپ زن؟ این چی کاری اسرارانگیز است؟ کنی ببینم روی تو را روی کی را پنهان میکرده باشد. مانورا رویش رو ببینی هم چفر دارد. این پکاری تو دخل ندارد. با او دست نرسان. او سپرده ی حیات من است. گوش کن، من روی او را ندیدم اما او دید. دانسته باش اگر حادثه شود به بحر میپرتایم. تمام شد. اگر حادثه شود چارهش رو میبینیم. یک بار تگی خاک کردم. اگر که لازم شود به بحر میپرتایم. گور کردی؟ فکر کردم که مرده است. این کارا ببین، چند سال زندانی بودم، همه دیوانه ها در برموده است. فاتح مرا میشنوی؟ بله میشنم. گیری دو اطراف چی خیلی است؟ یگان نفر شبهنام نیست. همینجا میشینید. اینجا همه شما رو میبینید. در همه جا پلیس است. از آن کس خبر انتظار میشوید. ما شما رو گوش کرده او رو تعقیب میکنیم. خواطر نشوید. همش خوب میشود. رفتیم. ایتاد کمیسر. از کجا میفهمی که در گرد و اطراف پلیس نیست؟ میفهمم به فکرم. نمیفهمم مگر
لباس حربی پوشیده حجت‌هایش را به تو نشان نمی‌دهد. البته که شناخته نمی‌توانی. با لباس عادی میاد. خیلی بیگانه می‌نماید. راست میگویی. پس چیکار میکنیم؟ دقت منو میشنوید؟ میدان خالی است. یگان نفر شبهناک نیست. فهمو. جناب شاه